دست نفس یک ماهه سیوم چهارم نوامبر بازی‌های دور 24 چمپیونات تاجیکستان اوید و فوتبال میان دسته‌های لیگ اولی برگزار شدند. با کسب پیروزی‌های نوبتی موقع خود را در صدر جدول چمپیونات باز هم مستحکم کردند، ولی فیضکند و دوشنبه که در پایان جدول قرار دارند این دفعه هم دچار شکست شده احتمال از لیگ اولی خارج شدنشان را یقین‌تر کردند. استرافشان در میدان خود از تیم خوجند با حساب 1-2 شکست خورد. شهزادجان مامورجانوف در دقیقه 45 حساب را به نفع میزبان گشود. در دقیقه های الوگی نیمه اول بازیگر خوجند کامران تورسونوف از پنالتی گل زده حساب را برابر نمود. در دقیقه 59 عالمجان کریموف گل پیروزی را زد. خطلان بر تیم اسخات نیز با حساب 2-1 پیروز شد. گل‌های باختری ها را سوربان افغانوف و پرویز باقی آخونوف زدند. گل اسخات را جهانگیر ارگشوف مؤلفی نمود. در بازی دیگر استقلال و تیم KMWA را شکست داد. 3-1 ریوتا نوما در دقیقه 6 حساب را به نفع دسته پایتخت کشید. همدستگانش اندری میشنکا در دقیقه 15 و شیروان ماباچوف در دقیقه 21 از پنالتی 2 گل دیگر زدند. به 3 گل استقلالی ها بازیگر تیم ارتش شریف جان سولیف با 1 گل جواب داد. در دربی منطقه کولوب رفشان بر تیم فیضکند با حساب 2-1 غلبه کرد. تیم کولوب با شرافت ضربه های نشانرس محمد شریف سعید خوجه و ایفا کینگسلی اسی صاحب 3 گل گردید. کوکتاش در بازی خانگی بر تیم دوشنبه با حساب 3-1 پیروز شد. در هیئت تیم کوکتاش عزیزبک سلطانوف 2 گل، امیرجان سفروف 1 گل زدند. همین طریق بعد نتیجه گیری 24 دور بازی ها استقلال با 55 گل پیش صف است. خوجند که 45 گل دارد در جای دوم، KMWA با 36 گل در جای سوم موقع دارند. بازی های دور نوبتی لیگ اولی 19 20 و 21 نوامبر به نقشه گرفته شده است. 19 نوامبر فیضکند با کوکتاش، 20 نوامبر اسخات با استرافشان، KMWA با خطلان و 21 نوامبر خوجند با رفشان دوشنبه با استقلال وا میخورند.